بازیگر بودم، هنرپیشه بودم، خواننده بودم، نویسنده بودم، تدوینگر بودم، کارگردان بودم. جز این که مهربان و نیکوکار بودم کدوم اینا بودم؟ خدا میخواست که آیسان اسلامی به آرزوی قلبیش برسه معروفیت. خدا برگشت گفت که آیسان جان تو سالاد میخوای، من سسش هم بهت میدم. هم میخوای معروف بشی، مهربان باشی، کاری میکنم مردم هم با تو مهربانی بکنن. آیسان جان کمبود محبت داری، از مادر کمبود محبت داری، یه کاری میکنم 3 کشور، ایران، افغانستان و تاجیکستان، حداقل 35% مادرها برای تو از دور مادری بکنن. خب این باید میخورد به من، خورد به من. حالا میگه خورد به تو، حالا من میخوام ببینم تو چند مرده علاجی، ببینم تو جنبشو داری یا میخوای شاخشونه برای فرزندان من بکشی. اگه ببینم دستبوس فرزندان منی، خاک فرزندان منی، میگه آیسان جان من تا اینجا تو رو آوردم، حالا خورد بهت. حالا من میخوام ببینم رفتار تو با فرزندان من که همین بنده های خدا شما هستین چجوریه. اگر ببینم در وجود خودت، در خلوت خودت فکر میکنه که یه سرشونه از یکی بلندتری، بلای پروردگار میگه آیسان بر سرت میارم، هیچ چی رو ازت نمیگیرم. خدا میگه آیسان هیچ چی رو ازت نمیگیرم، تو رو رها میکنم به حال خودت، خودت همه چی رو از دست میدی. چجوری میتونه منو رها بکنه؟ من برگردم به مواد، شب یادم بره راز و نیاز بکنم، صبح یادم بره راز و نیاز بکنم، برم دنبال زن و بچه مردم، برم دنبال کسکش بازی، برم دنبال بی‌ناموسگری، برم دنبال پشت سرگویی، خارکست بازی، تمام اون کارهایی که قبلا میکردم. بس میگم خدایا راضیم به رضای تو، هر چه که از همون فرمونه میرم. خاک پای خودت و فرزندات و بچه‌هات و خودت و همه خاندانت پشت و پناه من باش، یار و یاور من، الهی آمین. من تک و تنهام، یا علی.